سلام علیکم. یگان کس هست نویسین کو چیزهای مفید. یکم لایک. السلام علیکم. سوزن خوبین؟ سلامتی خوب است؟ اپای دلیا شکرانه خدا. چیزهای مفید شما خوب هستین؟ انشاءالله سلامتی شما خوب. خوش اومدین. آواز هسته؟ من با دیگه تلفن کدستم کانا میفهمم راستی. آواز باشه نویسه کو گوش بیرون بکشش اپای دلیا. انا هازیما پیشی وای میرم، پیش دیگ نه پیش قصاو میرم. نصیب عبیده گوش بیرون. آواز ایروی میلیونه. سلامت باشین. اینا کس جیگاری میخوره، جیگاری جوشه کم هسته. خوش آمدین همه کسا. 4 نفر کنویسه یگان چی؟ بدیلک تیجه سلام اپا سوزن خوبین؟ و علیکم سلام بدیلک تیجه شما سوزن خوبین؟ کسی لایک نمونده کنی لایک همونه. خوش آمده همه کسا 5 نفر. همو محقوله که چیزی باشد طوری دسترخون بارین اپای دیگه. بدیلک میشه ساز رحمت. خدا ساز باشه نمیشه. یادتون کشتیم نه. خوش آمدین همه کسا. همو قزبانکای زنبورم بیاره. الله موسیقی همه سازه که میگه. اینا ما کم تر خاموش میستم پیشی و قصوه اومدیست. اینا همه کسا گوش بیران خری بیاین عبید. همش بیان باید دیگه میکشیم. سمندر دیدیش دیگه ما گلاونه فیر ده گفتم که گوش بیران اینا. اینا باور میکنیم با اینا. همون بعدی همون چیشم. یا دیگه گوش بیران یا دیگه جگر جوشک. وار پاتوپشون کو. همه دیگه مازن میکنن یا جویم روزی خود موجود. مالار سرتم بچه. ها؟ مالار سرتم؟ خاینم خیلی دوستانی عزیز ازی وای مالا کشا کنن با من میان وای را برای ششلیک کشتستن ازی خونه ده با قدیل جگر بیران یا 2 هفته پیش که اتای دیگر کشته بده هسته عبیده وای را جارید میکنیم. ساعتی چند تیار میشه و ساعت ازی ما ده 9:53 ساعتی 12 را اونه تیار میشه. کدام طرف دینا پای دیله ما طرفی توسکیابلس میگن همو جده طرف طولای ما 4 ساعت دورای ما همی ای مسکوت گده تا 2 ساعت دورنده.
پولتی دروازه کو یا دسته در خونه مرغ هم داره مرغ داره مرغایی داره این مالا مونه جنگل رای میکنیم سر میکنم با بگه همیان فرا کن و دروازه بشکن همه رفت چی با هیچ که نماند این مرغابی ما این خونه خودتونه نه خونه ما نیسته رنگ خونه ما زندگی میکنیم هم مال ده مرغ ده همه چی ده خزینمون اجازه دادگیه خودش نیسته خزینمون این میدانی کلان اینه جمعون سلام علیکم اپای دیلیا جان و علیکم سلام خوش آمدین چهارم لایک رحمت برای لایک ساز هستین خوبین اپای دیلیا ماشاءالله بهترین جای بوده ولی چیزای مفید ما 4.5 سال شده اینجا زندگی میکنیم وابشه نمیدونم چیه زیکی چیه خیلی جایی ده باشم زندگی خوب باشه گب ده سلامتی اینا قفای دروازه رای کلان مولا میرن اینای جنگلی سر جنگلی کلان میرن سر میکنم وقت چون من اون رفتن سازی خوبی دیلیا جان میگه پای دیلیا شکری خدا ما سازه ما پای دیلیا جان شما سازه خوبه سلامتی تان خوبه ساز رحمت میگه اپای دیلیا جان یک بار دیگه تبریک برای رکلامتون کشوده شد گفتی گپا کی ای دشواری و ای برومده ای دشواری چی میگن سوال جمع کنی و هم خیلی برومده چیزهای مفید میگه خدا همیشه سلامت و سربلند باشه در پای دیلیا بهترین رحمت چیزهای مفید شما هم سلامت باشه غریبی میگفتم خیلی غریبیش عذابش چی باشه خیلی آمدم ندیدم عذابا بعد تقایمشون خبرگیری رفتم اما خیلی عذاب داشتن تا خونه ما گریه کرده اومدم میگم که این غریبی میگفتین این بچهش میخدم دیدم که اینقدر عذاب داشتیم رحمت دیلیا جان شما هم همین روز در رسید رحمت اپای دیلیا ما به حضور به خدا همی اینترنت اصحاب ما وایکر خراب کرده چرا؟ آی او کدومشی که او آمین میگه چیزای مفید اپای دیلیا همیشه دعاگو میکنیم که روزای خوب و خسندی بینید رحمت چیزای مفید شما هم میخواه کجای ده باشه سربلند و زنده باشه مهری مادر السلام علیکم و علیکم سلام مهری مادر خوش اومدین خواهر جان
سازن خوبن انشالله پای دیلتی شکرانه الله ما سازم شما خوبن تینجن مهری مادر سلامتیاتون خوب علیکم سلام مهری مادر خوش اومدی میگه پای دیله حکیم السلام علیکم حکیم جان و علیکم سلام خوش اومدی مهری مادر پای دیله مرغای ما در خانه شما چیکار میکنه شو رو به آوردش خانه ما در مانده مرغای شما را مهری مادر حکیم جان میگه من سازم یکی پرسی مهری مادر خداوند دایما ساز باشین پای دیلت شکرانه خدا ساز من همیشه ساز باشین مهری مادر اپای دیله میگه حکیم جان سلام خوش آمدی خوش باشید اپای دیله مهری مادر شما کجایی باشه سربلند خوش باشه چیزای مفید میگه مهری مادر نین من هاو من انگلیسی گپ زده استی مهری مادر بچه شمای من نگاه کن اون مرغ نیست اون مرغابیه هم مرغه هم مرغابیه خوش باشه رحمت پای دل شما نقص خوب میگه حکیم جان پای ادمین که شما نقص خوبه پا شکرانه الله ما سازه اینا خروز هم است حکیم جان خیالی مرغ نکنی با اینا کسی در جیگاری در کنه بیا جیگاری در کیه با داره بیاد نوودی گوته کدر گروندستان اکای مفید و خواو دمیگه مهری مادر اپای دیگه میگه وی مرغابی در آب میگرده حکیم جان چیزای مفید مهری مادر سی میگه حکیم جان میگه امی هم در برنا میگرده با خونه دوش نه اپای دیگه میگه که و جگاری بدای بیین جگر جوشک میکنیم گوش بیرون میکنیم ابید ششلیک و علیکم سلام خوش آمدی میگه حکیم جان سمت جه سلام علیکم همه کسا سوزن تینجین سمت جه خوش آمدی ما ساز شما سوزن خوبه مهری مادر میگه با چشمای من نگاه کنید یکم مرغای من نشون دادن اپای دیلیه حکی میگه مهاجر بچه اومده نگاه داره صورت مرغابی مانده اپای مخفیه بین سی مهاجر بچه ها فهمه من اگنه در اومدم مرغابی دیدم ها اپا جانو میگه کسی خکر ششلیک نکره ها چند تا تینگو هم دوت میشه شما نه همشه اگنه باید 12 تا داره هازی منم میام ها فهمه من اگنه در اومدم میگه پنجم ششم لایکی باباگی هردش رحمت مهاجر بچه برای لایک
همه خوبه دیگه صغیر صغیر خداف شبرم چیکه شاشلیک نیم شیدن کشته دیگه دیگاری پس کنیم همه خوبه دیگه خونه تو زمینه دیگه بله اینه نشان دادم خونه منکوه پای دیگه میخوای پشش دیگه کو یک خونیش 6 تا تریزه داره شتانه بیزار میشه هفتم لایک السلام علیکم و علیکم سلام اپای کازانتجی خوش اومده ساز هستین خوب هستین انشالله شما دا چند تا در کار بود ما یاشم بگی و علیکم سلام خوش اومدین اپا میگه مهری مادر اپای کازان خوش اومدید سازین خوبین انشالله میگه مهاجر بچه میگه که خوش باشه اپای کازان تیجه شما نقص خوب اپا ایجا با کجا اومدم دوستان عزیز همه کسا خوبه نقصین میگه اپای کازان شکری خدا رحمه شما نقص اپا میگه نه دیله ها اپای دیله زمینی خونه حاکم جان دادر اپاش سلامت باش میگه اپای کازان شیدم پوست کرده زنات بگی این همه کسا بیاین عبید گوش بیرون بدای شاشلیک بدای بخواد اختری اویو این فربه خشرو بدای با مای داغ میتوفت دیدی چه ده مرده زرومه مولا رو به او خود میکشن رحمت بگیده بخون مرا میگه بازی میگم کی اونده کم دارن اونا کرکر میکنه کو خلماشا کشا کرده نیما او خیلی نداریم غاز داشتیم یا 3 سال پیشکی غازا را همش کشتیم در جاش و گرفتیم مرغابی گرفتیم چی با این نکشتیم او خیلی پای دیله دیلشون گوش کشیده کشتیانه بیمه چی بعد ایدی قربان 2 تا شید 3 تا شید کشتن او 2 هفته پیش کشته بودن ازی خیلی گوشون مونده بود ایشه برای شاشلیک کشتن چی با اینا کشتین هر دو دیل ها سازین نغزین اپای کازان ما سازیم خوبیم شما سازین سلامتیتون خوبه چی حالک داره چیزای مفید فربه بده برای شاشلیکنی تنج بده دیله من خونه دا خوابم شوربا رای کن میگه اپای کازان گب نیسته شما سخن کنی جا هوا کدستم برای عبید اینجا 12 تا میبره ها ای خدا تا کشی دیلت میسوزم بگه اپای دیله جان خیلی مال برای کشتن و خوردن ای چیکار میکنی دیگه خیلی کلانشون میکنیم با دیلمون کشید میکشیم شون
بچه ها گرفتنشان این بگم اخمونه بچه ها وای کردن وصلیت کردن که یک کلانشا گیریم ما کلانشا برای زمستان موندیم 3 کلان است برای زمستان موندیم مایده چهوشا کشتیم امی 8 ماه 9 ماهشا همه کسا خوبین دیگه من جای روغنی نمیگردی با چی زیغ میشه من زیغ نیستم بیایی نه با چی اینجا نه خالتا چکه کردگیم نصیب روزای نزدیک هم در سخت شود بای میکنیم شمال گشته دتنی ای بای اوهان زده بیزی بیشتر خالتا تنش انشالله با قرطاو میکنیم روزای نزدیک خدا را شکر میگه ساز مهاجر بچه میگه اپا دیلا چی به آیا چشمت او میره و دیگریش نه میگیره خشرو بگیره نوخی چی را بگیره موخی مهاجر بچه هر ریزه سرم درد میکنه گوشت حلال خداوند برای خوردن آفریده به وی را رسید میتوانی گوشت خوری در جان غنیمت ما ای گوشت خوری و جای وی شدگی موقع گوشتم کنه میخوریم خواهی میشه کی مهاجر بچه کجا میره اینجا ششلیک پخته است نخود بخیزی برای که دیلیا جان کدام شهر ای مرا میگینی و اپای دیلیا را که اپای کزندیجی شما را ما در شهر تولسکی اوبلاست گفتم که اپای کزن تولسکی اوبلاست میگن ما همی رایون در داخل میشیم و پروست تولسکی اوبلاست ای ما با 4 ساعت دیگر راه ما بگیم همی نزدیکی های مسکوه دیم ده هم خیلی درامدی تولسکی ده ای ما وای کرده مسکوه 1.5 ساعت 2 ساعت همی سنتری مسکوه ده میرسیم خیلی Харби Калуга аймо 1.5 ساعت دوره همیشه فکرم چی به هیچ که نباشه کمی 1-2 روز اگر در امی یوتیوب فر نگردیش که نمی آمده به خدا ما خواستم که و اینترنتش بود چی اگر درست شد خواستم که 1-2 ویدیو مانتاژ کنم یا 3-4 ویدیو بعد و اینترنت مکشم ای بطل شوهرم کدستم افیر ما همی جای میگه ما خپیر ما نه ای پیش خونه کم تر دورتر پیش اسب چه آمدم دوره وطنم السلام علیکم و علیکم سلام اپای امیویشه سازین خوبه سلامتیتان خوبه خوش آمدین ها دیدم تو ندینا همین تلی کی کتیدر آمدم جگاری آوردم گفتم یک بار جگاری شما را بینم چه خیلی شوندگی هم گفته یا تلایگ موندم نگاه میکنم 999 شده ایمن هم میخواه برایم پدپیچکم هم محکم کردگیم که ایزا میکشم همش گریزن همین 1-2 روز نبودم اوژه 10 نفر دیگرش گریخت یعنی 260 نفر 1260 نفر 40 نفرش گریخته بودن باید نمی ادروزاده بود 10 نفر دیگرش نیست
نهم لایک رحمت اپای امیایشه رحمت برای لایکتون خوش آمدین سازین همتون نه با زودا که اپای کزن زنگ زده بودم چیزای مفید و علیکم سلام خوش آمدین اپای آیشه میگه سازی اپای کزن سلامتیت خوبه اوچه آیشه ما سازی نغزی میگه خوش چیزای مفید میگه خوش باشید خیلی پس چیکار پنهان میکنن اپای دیگه شما کانالی که بدروین اپای شهلای نجمیدین پشتنه و بود دیگه کانال کشودگی من بلوگر زننده همی و یوتیوب حرفای کلان کتی من بلوگر زننده میبرویم همش نشان دادگی ما مثال با همو یاردم اپای شهلا هم خیلی پیش رفته استیم و همه بالا را همی اپای شهلا یاد گرفتیم همه شب بگم که با دستگیری اپای شهلا همی کانال کشودیم بانر سوز کردیم همشه کانال اپای شهلا کردیم رحمت اپای اویشه میگه اپای دورای وطنم خوش آمدید سوزیم خوبه انشالله میگه مهری مادر اوچه اویشه ما خانه ده اوتیخی با پشت میگه اپای کزن شکرانه الله شما را هم سوزین مهری مادر میگه همه کسا خوش آمدید در یوتیوب من بلاگر زنم میبروی در یوتیوب زنن که من بلاگر ها انم خیلی زنن میبروی کانال اپای شهلای همه شا فهماندگی انو که خیلی شید کانالش کشودن و کپات پیس چیگ نداره ویدیوشم ویدیوشم خیلی بسیاری بد نیسته همه شا فهماندگی ایده برای چه خیلی پات پیس چیگه پینهان کردن و همه شا مایلش دوستانی عزیز من رفته میگه اپای کزن خوش آمده اپای کزن مایلش دوستانی عزیز مهر مادر میگه خداوند ایما سال باشنه شکرانه الله من ساز میگه اینو میرم ایجو یاد فیگر دورای وطنم اینم این زالش شوشتم گفتم تله میگیرم اپای کزن از زنگ میزنم چند قشیده اوز شنا فهمیدم ها ساز کردین من همو بگه با تلی بی وای چرز وای فای در اومدم وای کرده افیر یاده افیر در اومدم سلام علیک کردم و بر اومدم راستی سوس داوده و که وقت هم نمیوی افیر دروی خداوند شفاتون بده اپا جانی کزن میگه اپای دورای وطنه ساعتاتون هیچ پیش رفت اپای امیایشه ساعتاتون چند شد
بگه 911 بوده که بهترین های ایمه 900 نشده 800 و چند شده 885 بود راستی هم بگه دیدم وای 900 نشده افیر نکنی نمیشده ویدیو وای نمیکنه ویدیوم پراسموتر نگرفته است در 5-6 روی 100 چند تا پراسموتر گرفته است نمیدونم این همی زلشت من ایره خوندم دیله گوش بیرون نویساندی در افیر دویدم آمدم که هیچ نیست آدم هایی که پیش آمدن نشان دادم که اپایی که اونی شوزی بیرون در مول کشته استن گفتم که هم خیلی نویسم که تلفن دوباره افیر کردم یکم باره نتونستم تلفنی شوهرم کتی نتونستم دوباره افیر کردم من خیلی نویستم نه مرا میگن که هدک میگن وای که نمک که همه چی را بیار میگن ششلیک نمیم میدان در گوشت ریزه میکنن و ششلیک میکنن بگه 911 بودک منم نو دیدم من نو دیدم این نمیدونم اخیش نمیدونم که من پلیلیستم نمونده استم وای همه دی ویدیو پاکستانی چی ویدیو رو میپاکوی نه پراسموتر میگیره نه چی میگیره همه افیر میکنی برای همه افیر ساعت جمعی مولا خودمون اپای اونجا خودمون کردگی انجام مولا یک دونه بوز بود همی از باید دوام دادن گرفتیم برای خریدیم بوز خریدیم هم بچه ها گرفتم بونده بچه ها شنفی یکش میکشیم کلاناش خیز کردن که گفتیم کلاناش برای زمستانه میداش خیلی میداش یا تا 8 ماه بود 9 ماه بود هم رو کشتم محجبین شویب سلام علیکم اپا جان و علیکم سلام محجبین شویب خوش آمدی خواهد ساز هستین خوب هستین انشاءالله خلیگان بهروز سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین خلیگان بهروز کسی در کلوش در کار باشه کلوش تیم و دیگه تلفن کردستم میشه کلوش دیگه که اپای اون یایشه شما افیر میکنین همه در کلوش میتین بعدی افیر کلوچه را میگیرین یا نه همیشه میگم باید بگیری که من نمیتونم گرفته او تلفنم که کلوش ندارم نمیتونم ای تلفن گرفته اپای اون یایشه میگه که بهروز علیکم سلام سازی بهروز میگه اپای اون یایشه معجبین شوی میگه خدا را شکر ساز شما چی حال داره شکرانه الله ما سازم اپی معجبین شوی روبورت توری کده کو بچه هم باز امو روبورت کتی کده استنی یا ستریم کتی ما کیمه یارو ببرد مو بایره ساسیسکو میخورم مالی چرا بابا چرا بابا نمک دهایم
چی بخور؟ نمک بخور. خلا نام کسچه سازک بود کو مای در کتی آویدم روزو کو یا خورده نه او خرام اوی شپا سوزن میشه شما سوزن میگه محجبین در کانال ما مهمان شوین میگه اپای اومیایشه استریم کتی میکنم مینویس سونم رو بود میشه سیلکه میره بهترین اپای که اومیایشه رحمت محجبین جان میگه اپای اومیایشه ختم کانال داری میگه محجبین اکای فرخشو اومدن سلام علیکم همه کسا سوزن خوش اومدید برادرها اپا و لایک فراموش نکنین ادمیندم مده میگه رحمت اکای فرخشو خوش اومدین ساز هستین شما سلامتیتون خوبه تبریک برای رکلامتون کشوده شدن ادمین دوی که ما را جانب میبرم محمد تا آخر ادمین دوی که ما را جانب میبره مرحمت تا آخر تماشا کنین دستگیری کنین انشالله ثوابش میرسه کسی دستگیری کنه ثواب خوش میشه و انشالله که فرخشا بعد افیر خوش میکنم شکری الله خوب میشه شما سوزن اپا رحمت آباد باشی و شما هم نصیب کنید انشالله آج ما بگم که قضا شرگی مکنه و قدمان دیستیم برای سوال جمع کنی و مانیتیزت سه همش همه کسی خوش آمده دوستان عزیز ادمین بعدی افیر ویدیوی 4 تا آخرانه ایمادا پدیلیت سکنین ایمادا با دوگاناتون بفرستید یگان گروپای واتساپ ده تشکر برای دستگیری انشالله اکای فرخشو میکنیم پدیلیت سمیکنیم 11 لایک ولی اوژه 11 لایک بهترین سلام اپای دیلیا جان همه کسا سوزن شکرانه الله ولی شما سوزن خوبه سلامتیتان خوبه ما سوزن شکرانه الله افیری کرتاوی ملی بود چید یا که نیوزی اوچده پیش کارسونه ده اندیشه کن سراشنا نامی ویدیوی اوشه ساب منافع جان مالی انشالله میمونه بود چید از چیه سرشید ها همچنان کشید افیر نکردم برای همین خاطر ساعتم افیر کردم کمتر افیر کنم که چیگر میشه
اپای دیلیا جان چیکار کردستی؟ وای کردستیم امجا یاد پاسودا بود شده بیرون دا بچه ها مول کشتن ششلی کردسته خیلی آباد باشه اپا جان ما کارده مایلش خوش آمده صبحان صبحان دعای که ما را جانان میبرم تا آخر تماشا کنید بدیلک تجه لایک مونده است شما دیگر بدیلک تجه شیدن کشه نمیتونم داشته یا ساعت شد 10 minut Nasıl bolam dedi bu? Yine rogonoş falan. Kırpıyor. ولی میگم ما برم قودم بیارم اپا جان من نصیب به افیره میکشم اقلا 15 minut دیگه شوه 1 ساعت میشه کشم افیره بیرون ده بچه ها علو کردین همو ده یاردم تیم های دستگاه بکن شد ماما رو بعد هم میام پس دام بکنیم خوش باشه اپا مایل خیلی اپا جان نازمونن مایل خوش آمدی به دیلک تجه ببین زنگم زدم برو اومدم دلی نه اومدم خوش اومده اپای اومی آیشه
مرا گفتستن که افیرا بکش گفتم یا 10 مینوت دیگه بس اقلان یا 1 ساعت شوه دیلیا دینا سانگی براد میگه دیلیا کجا شده گپا جان من نصیب باشه نم کم کم خیلی افیر میکنم اینترنت خدمه های کشودن میکنم برای که تا ممکن 15 ماه 15 ماه امی اکتبر دختور دایم میرم راه دایم برای امی خواهی نمیکنم دیلیا همی ولی کانال را نه نداره دستگیری میکنم نداره نه نداره همون ولی نداره کانال نداره پروست دستگیری میکنم نمرتون همه گیرم با دیگه تلفن زنگ میزنم که اپای اون میایشه گفتستم که اینترنت وپشه ندارم دینا یک بار همین اکاونت خودم در وی شوهر مگذراندگیم همه کتی افیر درآمدم بچه هم وایفای ما گیرم کرد نمیشه وپشه میچسبه نصیب نمرتون های واسطه بگیرم بچه شما چخون شیره پای اون میشه سوسترک شیده دینا با بردنش خیلی خداوند سوز شعبت زن کم بزنم و وک نگه بزنه که مایلش دامانی الله 250 تومانه اوکل دورو خریدنشم اینشالله ساز میشه من اوکل دورو نخریدم مجرش دم تو آنالیسون برامدنه مایلش دامان خدا دیلیا جان کار دایم با میام اگر نکشی میکشم اپایی که اون میایشه 10 مینوت پس رحمت برای اومدن تون ما گفتستم که با دیگه تلفن کردم ای بروفا هیچی درک ندارم ما با دیگه تلفن کردم تلفن خود مردگیه ما که ومی یوتیوب افیش کشتنه میتونم اگه جو میکشته باشم